هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. رحلت جانگداز شیخ المشایخ حضرت مولانا سیف الرحمن رحمت الله علیه را خدمت همه متصوفین عزیز و گرامی، خدمت همه عرفا و بزرگان، خدمت همه شهر هرات باستان که شهر متصوفین و شهر اولیاء الله، خدمت همه مخلصان این خطه تسلیت عرض می‌دارم. مدیری برنامه گفتن مباشر ما وقوعی کرد. من مطمئنم حضرت مولانا سیف الرحمن رحمت الله علیه هیچ وقت وقوعی نخواهد کرد. آن شخصیت‌هایی که علما که انبیای بنی اسرائیل، علمایی که العلماء ورثة الانبیاء، شخصیتی که خود من سالها آرزو داشتم که دیدار این محبوب حضرت مولانا مشرف شدم، ولی خدای تبارک و تعالی نصیب نکرد. ولی خوشحالم از این که با خلفای ارشد و بزرگتان همچون حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله و حضرت مولانا عبدالغنی اولیاء حفظه الله و مولانا عبدالحی حفظه الله و مولانا عبدالرحمن